مقاله بعدی خیلی جالبه، یه کار خاصیت درمانی. اون دوتا در بین المللی بود، این در داخل کشور انجام شده. تأثیر اسفند روی فرایند زایمان خانم‌های باردار. دود اسفند توی فرایند زایمان چه تأثیری داره؟ نشریه تاریخ پزشکی سال 95 این مقاله رو چاپ کرده، اسامی پزشکایی که کار کردن آورده. توی این تحقیق 204 نفر خانم باردار دو گروه شدن، دو تا گروه 102 نفر. بعضیاشون در پایان هفته 40-41 بارداری هم انجام شده، آخرای بارداری. بعضیاشون در برابر دود اسمن قرار گرفتن، بعضی هم هیچ، به عنوان کنترل. و یه گروه هم گروه مداخله. و با کمال تعجب دیدن این گروه از خانمایی که در برابر دود اسمن قرار گرفتن، حالا جزئیات روش کار مقاله رو کار نداریم، دیدن که به صورت عادی دهانه رحم اون آمادگی لازمه برای زایمان پیدا کرده، درد زایمان به موقع شروع شده، اون رسیدگی تو دهانه رحم ایجاد شده و اینها بدون هیچ عارضه‌ای راحت به صورت معناداری زایمانشون رو به موقع انجام دادن. ولی تو اون گروهی که این کار نشده، بالاخره عوارض و مشکلات و جراحی و اینجور مسائل پیش اومده. بله.